آیا شرکت‌های سازنده دوربین عمدن تکنولوژی‌های جدید رو از ما مخفی می‌کنن؟ تا حالا به این فکر کردی که با پیشرفت این همه تکنولوژی و سنسورهای دوربین هنوز توی برخی از زمینه‌ها پیشرفت چشمگیری نکرده دوربین عکاسی؟ تا حالا به این فکر کردی که دوربین‌های نظامی و صنعتی از دوربین‌های عکاسی پیشرفت بیشتری کردن؟ برخی به این باورن که شرکت‌های بزرگ سازنده دوربین عمدن تکنولوژی‌های جدید رو با تأخیر وارد بازار میکنه تا مردم بتونن هر سال یک دوربین جدید ازشون بخرن. به این روش میگن سیاست قطره چکانی تکنولوژی که فقط مخصوص دوربین عکاسی نیست، تو حوزه‌های دیگه هم داریم میبینیم. بعضی هم به این باورن که شرکت‌های سازنده دوربین و پردازشگر با دولت‌ها قرارداد دارن و تکنولوژی‌ها رو اول به اونها میدن. تا حالا به این فکر کردی که چرا بعضی از مدل‌های دوربین که پیشرفت چشمگیری هم داشته از بازار حذف شده و از بازار جمع شده؟ تو ویدیوی بعد در مورد این مسئله بیشتر صحبت می‌کنم.